الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. اگر به کدام سبب از دندان خون آید طهارت می شکند، اما اگر در حالت روزه از دندان خون آید روزه نمی شکند، به شرطی که خون از حلق نگذرد. اگر خون از حلق گذرد روزه فاسد می شود، یعنی می شکند. و اگر خون همراه با آب دهان از حلق گذرد اعتبار غالبیت است، یعنی بسیاری. اگر خون بسیار باشد روزه می شکند و اگر آب دهان بسیار باشد نمی شکند. با حواله الفتاوی الهندیه یعنی عالمگیری جلد 1 صفحه 203 کتاب الصوم الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد. روزداری حکم شرع و سنت است، جزو رکن دین برای امت است. 11 ماه غرق بودی در گناه، فرصت است 1 ماه که برگردی به راه. روزداری حکم شرع و سنت است، جزو رکن دین برای امت است.